وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فنتابع دروسنا من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک معونی الله سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربية، یعنی درسای زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند. من الجزء الاول، از قسم یکم. درس امروزی ما بعون الله تعالی الدرس السابع، یعنی درس هفتم. درس هفتم نیز مانند درس های گذشته به خود کلمه های نو دارد و همچنین قاعده دارد. مخم کردم میشه کرکس. نعم. الكلمات الجديدة للدرس السابع، كلمة هاي النو برای درس هفتم. تلك، أولئك. تلك این هم اسم اشاره است، فقط برای مسافه دور. آن و اشاره به جنسی زنانه میکند. خیلی که ما در درسی گذاشتیم. چرا؟ ذالک. اولئک جمعش میشود. ممرضه، ممرضات، خواهر طبی. الهند، هند یا که هندوستان. الیابان، ژاپن. طویله، دراز، بلند، قامت بلند. جمعش طوال، طویلات، طوال، طویلات. بطة، بطة، مرغابی. جمعش بط. بیضة، یک دانه تخم، یک دانه تخم. بیضة. جمعش بيض، بيوض. نعم. ناقة، شتری ماده یا که ماده شتر. نوق، جمعش می شود. مؤذن، مؤذنون. مؤذن، مؤذن، جمعش مؤذنون. این جمعی مذکری سالم میگویند. سکین، کار. جمعش سکاکین، جمعش شکسته. الدرس السابع، درس هفتم. من هذه، این کیست؟ هذه آمنه، این آمنه است. و من تلک، و آن کیست؟ تلک فاطمه. تعریف تلک چنین می باشد. تی اسم إشارة
للمفرد المؤنث البعيد العالم وغير العالم. تا در اینجا اسم اشاره بود است، فقط همون تی خودش اسم اشاره است برای مفرد، برای یعنی که تنها، المؤنث جنسی زنانه، البعید همون رو که اشاره کرده می شود در مسافه دور، العالمی و غیر العالم همون که در مسافه دور و جنسی زنانه است و تنها است، فرق ندارد خواه جاندار باشد خواه بیجان باشد. برای همین میگویند که العالمی و غیر العالم. واللام حرف للبعد، و لامی که هست این حرف است، دلالت به چی میکند؟ به مسافه دور میکند. والکاف حرف خطاب، کاف باشد حرف خطاب است، یعنی به کسی که نگاه کرده صحبت کرده ایستادید و کسی که شما به او خطاب کرده ایستادید، فرق نداره خواه مرد باشد خواه زن باشد خواه کس باشد، تنها خواه دوگانه باشد خواه جمع باشد. فقط یک چیز را قید کردنی هستم که اگر همون شخصی که شما با وی خطاب کرده اشاره میکنید به چیزی یا که به نفره، مرد باشد مردانه میشود این حرف خطاب، زن باشد زنانه. مثلا نگاه کنم، من میخوام بگم که تلک بیضه، من نگاه کنم اشاره به تخم کرده، یک دانه تخم کرده، میگویم که و اما خطاب به برادر عبدالاحد کرده سودم تلک بیضه. اگر من اشاره به بیضه کرده خطاب به زن میکردم، یعنی که به جنس زنانه میگفتم که تلکی بیضه. اگر بدون نفر خطاب کرده به تخم نشان میدادم، میگفتم که تلکما بیضه. اگر به همه شما خطاب کرده اشاره به تخم میکردم، تلکم بیضه میشد. یعنی تلکی تلکما تلکم یا که تلکن، این دیگرگون شوی به خاطر دیگرگون شوی تخم نیست، یکی همونی که اشاره کرده می شود. این دیگرگون شوی فقط به خاطر یعنی اعتبار به اشخاصی که به اونها خطاب کرده می شود. در روبرو خطاب آن رو میگویم که روبرو. نه، این معلومات درباره تلکه می باشد. خب اعراب تلکه چگونه می باشد؟ برای مثال تلك فاطمة، التاء اسم إشارة يكتي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. فاطمة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. إن يعني إعرابه تلك فاطمة. خب إعراب هذه چگونه می باشد؟ مثلا هذه طبيبة، هذه طبيبة، هذه الهاء حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على چی گفتم؟ نه ذه، نعم أحسن بارك الله فيك. ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طبيبة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. فهمتنا إن شاء الله؟ نعم. طبيبة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. گفتم میشد. دیگر یکو قاعده علاوه‌ای ندارد. هذه طبيبة وتلك ممرضة.
این دختر زن است و آن خواهر طبی است. هذه من الهند و تلك من اليابان. این از هندوستان است و آن از ژاپن است. کدامش؟ یعنی طبیبه از هندوستان است و ممرضه خواهر طبی از ژاپن است گفته شده است. هذه طویلة و تلك قصیره. این قامت بلند است چون که از هندوستان است و آن از بس که از ژاپن هست قامت کوتاه است، قامت او میده است. نه. من هذا؟ این کیست؟ هذا حامد. این حامد است. اعراب هذا حامد چگونه می شود؟ الهاء حرف تنبیه ام خلاص؟ الهاء حرف تنبیه مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. هر جا که حرف گفتیم مبنی می شود. خب از بس که حرف بودنش لا محل له من الاعراب میگویند، محل برای اعراب ندارد، دیگرگون نمی شود. ذا اسم اشاره مبنی على السکون. از بس که اسم گفتیم و مبنی شدنش ممکن است ولی در محل یگان چی بودنش درکار، یا در محل رفع یا در محل نصب یا در محل جر می شود. ذا اسم اشاره مبنی على السکون في محل رفع مبتدا. حامد خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. ومن ذلك؟ وآن كيست؟ ذلك علي. آن علي است. أتلك دجاجة؟ أي آن مرغ است يوكي موكي آن است. لا تلك بطة. نه آن مرغاب است. همزة شيء حرف استفهام جوابه نعم أو لا. ما تلك؟ آن چیست؟ تلك بيضة. آن یک دانه تخم است. هذه سيارة المدرس و تلك سيارة المدير. این ماشین یا که نقلیات مدرس است و آن نقلیات مدیر است. ساعت عباس هذه. آیا این ساعت عباس است؟ آیا این ساعت عباس یعنی ساعت چگونه که می باشد اسم اشاره هم همین خیلی باید که جنسش شدنش حتمی است. ساعت عباس هذه. آیا این ساعت عباس است؟ لا هذه ساعت حامد. نه این ساعت حامد است. تلك ساعت عباس. آن ساعت عباس است. ذلك ديك و تلك دجاجة. آن خروس است و آن مرغ است. مرغ گفته یعنی که ماکیان در نظر داره اساسا. اگر نه مرغ گفته تمامی پرنده ها را مرغ میگویم. این بود یعنی که درس هفتم. الكلمات الجديدة للدرس السابع. تمارين. کلمه های نو برای درس هفتم اینها را یعنی که شکل های تنها و جمع اونها را می نویسید و ترجمه مفردشان را فهمو. تمارين. اقرأ واكتب. بخوان و بنویس و ترجم و ترجمه بکن. هذه مدرسة و تلك جامعة. این مدرسه است و آن دانشگاه است. همین خلاص در طرف راست در برابر رقم
اینها را می نویسید و در طرف چپ در برابر رقم چیکار میکنید؟ آنها را ترجمه میکنید. اشر الى الكلمات الآتية باسم اشارة للبعيد ذلك تلك، یعنی با کلمه های زیرین با اسم اشاره دور، خواه ذلك باشد و خواه تلك باشد، اشاره بکن. اکنون به اختیار خودتون نه، بینید که همون اسمی که اشاره کرده می شود اگر مذکر باشد ذلك را استفاده می برید، اگر مؤنث باشد تلك. مثلا آمده است، مگر گفته می شود که ذلك نمی شود، خطا است. صحیح چگونه می شود؟ تلك مذکر است یا که مؤنث؟ مؤنث. کدام نوع مؤنث می باشد؟ مؤنث حقیقی یا که مجازی؟ حقیقی است. از کجا فهمیدیم؟ مؤنث حقیقی آن مؤنث رو مینامند که یا تولد میکند یا که تخم میگذارد. گفتیم همه خیلی است. خب اکنون این لفظی است یا که معنوی؟ معنوی است، زیرا که هر اسمی مؤنثی که اگر نشانه های مؤنث رو در او دیده نشود و ایرا مؤنثی معنوی نامیده می شود. همه خیلی است. بارک الله فیکم. اسئله یعنی که سوال ها، یک سوال آمده است اذکر تعریف تلک را ذکر بکن و عباره های زیرین را اعراب بکن. اعرب ما یأتی تلک فاطمه هذه طبیبه. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.